سلام، در خدمتتونم با آموزش این کاپکیک‌های فوق‌العاده و پرفروش. بریم که بسازیم. برای بدنش نیاز داریم به یک رنگی که رنگ دلخواهتون رو استفاده می‌کنید. من رنگ بنفش رو انتخاب کردم. به شکل یک اشک تقریباً توپل در میاریم. به این صورت. رنگی که نمی‌خوایم ته تیزی داشته باشه، هم تهش رو به هم سرش رو روی میز یک کوچولو فشار میدیم. به این صورت. خب. حالا به خاطر اینکه شکل بهتری داشته باشه، یکم گودش می‌کنیم. و حالا خطوط بدنش رو ایجاد می‌کنیم. برای بدنش نیاز داریم به یک رنگی که رنگ دلخواهتون رو استفاده می‌کنید. من رنگ بنفش رو انتخاب کردم. به شکل یک اشک تقریباً توپل در میاریم. به این صورت. چون که نمی‌خوایم ته تیزی داشته باشه، هم تهش رو به هم سرش رو روی میز یک کوچولو فشار میدیم. به این صورت. خب. حالا به خاطر اینکه شکل بهتری داشته باشه، یکم گودش می‌کنیم. و حالا خطوط بدنش رو ایجاد می‌کنیم. حالا برای خامش نیاز داریم به یک رنگ سفید. رنگ سفید رو به صورت یک رشته تقریباً بلند و ضخیم یا به قولی توپل در میاریم. به این صورت. بعد به صورت دایره‌ای نگاه کنید، اینجا رو میاریم اینجا. به صورت دایره‌ای میپیچونیم. به خاطر اینکه ما میخوایم مگنت باشه، این رو یک کوچولو فشار میدیم. و حالا میخوایم این قسمت رو درست کنیم. برای درست کردنش میتونید یک رنگی، حالا پررنگ‌تر از رنگ بدنه یا کم رنگ‌تر از رنگ بدنه یا حتی رنگ بدنه، یک رنگی رو انتخاب کنید. این رنگمون رو هم به صورت یک رشته در میاریم و با زیبای مبلی پهنش میکنیم.